What time is it? اینجا میخوایم ساعت گفتن به انگلیسی رو یاد بگیریم. وقتی ساعت کامل باشه، ساعت 4، میتونیم از o'clock استفاده کنیم. It's 4 o'clock. وقتی نیم ساعت گذشته باشه، میتونیم از half past استفاده کنیم. For example, it's 4:30. 4:30. وقتی یه ربع گذشته باشه یا 20 دقیقه گذشته باشه، میتونیم از a quarter after, 20 after و چیزای دیگه استفاده کنیم. For example, it's a quarter after 4. 4:15. It's 20 after 4. 4:20 است. اگه یه ربع مونده باشه یا 20 دقیقه مونده باشه، میتونیم اینطوری بگیمشون. It's a quarter to 4. It's 20 to 4. ولی همیشه یه راه آسون تری هم هست. مثلا خیلی راحت میتونیم بگین It's 4:45. It's 4:15. It's 4:20. Piece of cake.